دیگه لازم نیست برای شب یلدا شیرینی بخری، فقط با 70,000 تومان اونم بدون فر و همزن میتونی کلی از این کوکی‌های خوشگل درست کنی. یه دونه تخم مرغ، 1/3 لیوان روغن مایع، 2/3 لیوان شکر دانه‌ریز. ترکیبش کنید. وقتی اینطوری با هم ترکیب شدن 1.5 لیوان آرد رو بهش اضافه میکنیم. هم بزنید تا خمیری شکل بشه. خمیر رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. رنگ سبز و قرمز ژله‌ای میخوایم که به هر خمیر چند قطره اضافه میکنیم. ورزش میدیم، من دستکش ندارم. خمیرامون به 2 قسمت سفید و قرمز تقسیم شد. برای اینکه 2 رنگ بشه یه مقداری از سبز و یه مقداری از قرمز بردارین، هر کدومو گوله کنید، خمیرا رو کنار هم قرار بدین و دوباره گردش کنید. حالا خمیر رو توی پودر قند بغلتونید. کوکیامون رو 2 رنگ کردیم و پودر قند زدیم. اگه عجله ندارین میتونین به این کوکیا یه نیم ساعت توی یخچال استراحت بدین. اگرم عجله دارین توی سینی فر بچینین و توی فر 180 الی 200 درجه به مدت 10 دقیقه بذارین تا بپزه. راستی این کوکیا توی مایتابه هم درست میشه.